برگزاری مسابقه کشاد جمهوریوی برای دریافت جایزه استاد شایسته ورزش جمهوری تاجیکستان رسول باقی اوید به جودو بین کلانسالان بخشیده به تجدید جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در روزهای 27 و 29 سپتامبر سال روان خود باعث افتخار بزرگ و رمز اصلی ارجمندی به این چهره شناخته ورزشی تاجیکان است. نخستین مسابقه کشاد جمهوریوی بین کلانسالان برای دریافت جام جایزه‌دار بازی المپی رسول باقی دایر نموده ایستاده است که البته مقصدم هدفم از برگزار نمودن این چورابینی از آن عبارت است که بهر تبلیغ طرز حیات سالم، راه اندازی تدبیرهای مقصدانه و معین نمودن چهره‌های نو این رشته ورزش و پیدا نمودن چهره‌های نو ورزش میباشد. در امی جمهوری ما خدمات‌های رسول جان بسیار بود. مثلا پریزیور المپیاد، پریزیور چمپیونات جهان ای برای مردمی تاجیک ما را فخر که یگانه ورزشگر ما داریم که هم گشتین زودو و هم مقصد هم از المپیاد و هم از چمپیونات جهان مدال آوردگی ای برای ملت ما را ما فکر میکنم کدام ناموس داره یا فخر برای هر یک ورزشگر ما که مقصد در کدام مسابقه نباشن یک جایزه بگیرن. این فخر ملت ما است. ما فخر میکنیم که امروز مقصد مسابقه جمهوریوی را بخشیده با جوان پهلوان رسول جان باقی موندن. این فخر همه ما است. این بسیار یک اقدام خوب بود از طرف کمیته جوانان ورزش و فدراسیون جودوی کشور که یک مسابقه با جام رسول باقی که با همگان معلوم است که در تاریخ استقلالیت جمهوری تاجیکستان رسول باقی یکی از چهره‌های بگیم که شناخته جودوی تاجیک است. جایزه‌دار چمپیونات جهان و جایزه‌دار بازی المپی. این البته فخر هر یک فرد ملت تاجیک است. ما فخر میکنیم با چنین ستاره‌های جودو. این باعث خرسندی است که هر ساله این مسابقه برگزار می‌گردد و ما از این اقدام حکومت جمهوری تاجیکستان بسیار شاد هستیم و هر سال به سال کوشش میکنیم که این مسابقه باز هم خوبتر و زیباتر گذرانده شود و از دولت‌های همسایه کشور دعوت کنیم ورزشگران را که در همین مسابقه اومده اشتراک کنند تا که این مسابقه باز هم خوبتر و زیباتر گذرد. بسارمزی است که باری نخست در تاریخ ورزش میهن به خاطر گرامی داشت و ارزشگذاری به شخصیت رسول خدای نظرویچ باقیوف چون دارنده مدال های برنجی ریو د ژانیرو 2007 و غالب جام های جهان، جایزه‌دار مدال برنجی بازی های المپی پکین 2008 مسابقه کشاد جمهوریوی برای دریافت جایزه این پهلوان نامدار دایر گردید و با همین رسول باقیوف را دیگر باره چون پهلوان شهرتیار و محبوب قلب هواداران نمودهای مختلف گشتین یادرس هر فرد خودشناس نمود. این یک اولادی است که ما فکر میکنم تمام تاجیکستان ما او را با فکرم که دوست می‌دارند برای که این آبروی ملت هست. خیلی سال 2005 گشتین کورش ده بعد 30 سال شد روان سیمین رامین و یگانه چمپیون جهان رستم باقیف شد در کورش. بعد او مقصد رسول باقیف شد. بود 2007 در چمپیونات جهان رسول باقیف در گشتین زودو بود سوم شد. البته در این مسابقه دسته‌ها از تمام مناطق جمهوری تاجیکستان شرکت دارند و زیاده از 130 نفر ورزشگری که چهره‌های شناخته دارند در این مسابقه شرکت می‌ورزند و امکانیتی با افتتاح میتونم امروز گفته میتوانیم که ورزشگرانی که در این مسابقه شرکت دارند میتوانند در تمام در سطح مسابقه‌های بین‌المللی اشتراک داشته بهره بلند برداشتن پرچم جمهوری تاجیکستان بهره بلند برداشتن نفوذ و اعتبار شرف ما خدمت شایسته خواهند نمود.
خودی مسابقه کشاد جمهوریوی برای دریافت جایزه استاد شایسته ورزش جمهوری تاجیکستان رسول باقیف که مراسم کشاده شوی آن سنه 28 سپتامبر اتفاق افتاده بود با اشتراک ورزشگران امیدبخش جدا از کل مناطق کشور جریان گرفته. در مراسم کشاده شوی آن به طور رمزی نمایندگان کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، مربیان از فدراسیون جودوی تاجیکستان، پیوندان و خویشاوندان خود رسول باقیف و همچنین ورزشگران اشتراکچی از کل قلمرو کشور شرکت ورزیدند. از در رفت برگزاری مراسم کشاده شوی مسابقه از شهرتمندی‌های خاصه و سهم با سزای رسول باقیف در رشد نمودهای گشتین میهن از جانب مسئولان برگزاری مسابقه سخن‌های پرمحتوا گفته شدند که البته بار دیگر از ارزش‌گذاری و چنین چهره‌های شناخته ورزش را نشان می‌دهد. خودی رقابت‌های جایزه‌ای این مسابقه خاطرمان باشد از روی 7 وزن صورت گرفته. در روز اول مسابقه جایزه‌داران وزن‌های 60، 66 و 73 کیلوگرم معین گردیدند. در وزن 60 کیلوگرم که همگی 17 جودوکار را به هم آورده بود، نخست از برای اشغال مقام سوم سامان علموف از دسته خطلان 2 با امیرجان عزیزاللهیف از یکچین دوشنبه 2 به رقابت پرداخت که اینجا نماینده دسته خطلان 2 سامان علموف با اجرایش موفق پرداخت خویش از پیروزی صمیمانه‌اش استقبال گرفت. از برای اشغال مقام نوبتی سوم باشد خورشید نوروزبکov از تیم ولایت مختار کوهستان و بدخشان در مقابل محمد رضا قوتوف ایستاد شد که اینجا محمد رضا قوتوف بدون احساسات یگان مشکل در یک مدت کوتاه از دو پرداخت دیدنی دو وزن کار کرد و مقامدار زینه سوم گردید. در فینالی وزن 60 کیلوگرم باشد محمد صالح قوتوف از تیم دوشنبه 2 با مهراج صوفیه و میدان آمد که اینجا محمد صالح قوتوف تا رسیدن به فینال بنیامین نظیرov از دسته دوشنبه 1، انوشروان محسدینov از تیم خطلان 2، امیرجان عزیزاللهیف از تیم دوشنبه 2 دچار مغلوبیت نموده. مهراج صوفیه باشد در نوبت خود در راه به فینال. اکبر خوجایف از دسته خطلان 1، جاویدان نصرالدینov از شهر نایای تابه محمد رضا قوتوف از دسته دوشنبه 1 را به شکست روبرو نمود. در رقابت فینالی باشد محمد صالح قوتوف چگونه که پیشتر هم در رقابت‌ها مشاهده میشد با یک آسانی سزاوار پیروزی گردیده عنوان قهرمانی را صاحب شد. جایزه سپاری غالبان وزن تا 60 کیلوگرم باشد از جانب کارمند ریاست کار با جوانان و ورزشی شهر دوشنبه رجب علی ترسونزاده صورت گرفت. ما امروز در این مسابقه شالانه اشتراک کرده و سزاوار جای اول گشتم. من با 4 حریف خود آزمایی کرده و سزاوار جای اول گشتم. در رقابت‌ها برای اشغال مقام‌های افتخاری در وزن تا 66 کیلوگرم همگی در رقابت‌ها این وزن 17 جودوکار اشتراک داشتند. نماینده دسته ولایت مختار کوهستان بدخشان خدابخش سلیمانوف و میل بویزاده فیروز از تیم خطلان 1 از برای اشغال مقام سوم به هم آمدند. در این رقابت از برای اشغال مقام سوم که نماینده تیم خطلان 1 میل بویزاده فیروز تا شکست خوردن از فراخ حلیموف از تیم دوشنبه 2، فرسند قل کوگانوف از تیم دوشنبه 1 و همانالله حمیدوف را از دسته خطلان 1 شکست داده بود. اخیراً در رقابت برای اشغال زینه سوم با استفاده سری وقتی از یک پرتافت زیبا پیروزی را سربلندانه مالک شد. برای اشغال زینه سوم دیگر باشد مسلمبک کریموف از تیم خطلان 1 و امانالله حمیدوف از دسته خطلان 2 وارد تتمی شدند. رقابت صرف خطلانی مذکور که نهایت طولانی ادامه یافته بود اخیراً به مسلمبک کریموف امکان دست داد که با کوشش‌های دوچند خویش با اصول بوغی کنی حریف را دچار شکست نماید. در واخری فینالی وزنی تا 66 کیلوگرم باشد پس از مغلوب کنی کل حریفانشان ابوبکر باقی از دسته خطلان 1 و فراخ حلیموف از دسته دوشنبه 2 به میدان آمدند که اینجا البته رقابت نهایت جالب و تماشاباب صورت گرفت. فراخ حلیموف در راه به فینال یوسف زاده محمد از دوشنبه 1، عالم زاده جامی از یکچین شهر نایای تابه مرکز و میل بویزاده فیروز را از تیم خطلان 1 دچار شکست نموده. ابوبکر باقی باشد در نوبت خود تا به فینال رسیدن خویش جمشید نورعلی از تیم دوشنبه 2
خدابخش سلیمانov از تیم ولایت مختار گویستان بدخشان مسلمبek کریموف را از دسته خطلان یک تسلیمی شکست نموده بود. در این رقابت فینالی فروخ حلیموف در مقابل ابوبکر باقییف نهایت مهارت عالی نشان میداد و پیوسته هجوم‌های مقصدناکی را عملی میکرد، ولی نوابسته به آنکه رقابت طولانی هم طول کشیده باشد ابوبکر باقییف اخیراً با راه اندازی نمودن یک اصول موفق و زری به دست آورد و تا به آخر این رقابت تناسب خالی خود را از دست نداد. ابوبکر باقییف همین طور با افتخار در نخستین مسابقه کشاد جمهوریوی اوید به جودو برای دریافت جایزه رسول باقییف در وزن تا 66 کیلوگرم عنوان قهرمانی به دست آورد. جایزه داران رقابت‌های وزنی تا 66 کیلوگرم باشد از جانب کارمند کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مدال و افتخارنامه‌ها سرفراز گردانیده شدند. ولی امروز این مسابقه برای دریافت جایزه رسول باقییف بود. ما مشق تمرین‌های خود را سخت کردیم، برای مسابقه تیاری خود را جدی دیدیم و در اینجا اشتراک کرده امروز سزاوار جای اول گردیم. رقابت‌های جایزه‌ای وزن 73 کیلوگرم که در عموم 18 جودوکار را وارد میدان نمود، نخست از برای معین نمودن جایزه‌داران دو مقام سوم رقابت‌ها راه‌اندازی شدند که اینجا دو ورزشگر از دسته دوشنبه یک سیف‌الدین بویمیرزایف و بختیار بازارو به رقابت پرداختند. رقابت سیف‌الدین بویمیرزایف و بختیار بازارو از فرصت‌های نخست با نیروی برابر صورت گرفته در ادامه نیز با تناسب خالی برابر جریان می‌گرفت، هرچند که بختیار بازارو توانست که با استفاده از یک پرتافت زیبای یک وزری به دست آورد، ولی سیف‌الدین میرزایف هم با کسب یک وزری جوابی حساب را برابر نمود. در فرصت‌های اخیری رقابت هرچند که هر دوی رقیبان امکانی برابری پیروزی داشتند، ولی اخیراً به اختیار بازارف و گرفتن دومین وزری موفق شد و با همین سزاوار زینه سوم جام رسول باقییف در وزن 73 کیلوگرم گردید. از برای دومین مقام سوم در وزن 73 کیلوگرم باشد شهزاد واحدوف از دسته ولایت مختار کوهستان بدخشان با محمد اقبال تاشوف از دسته دوشنبه یک اندر میدانی رقابت شد که اینجا محمد اقبال تاشوف فعالیت خاصه خود را در دوام رقابت نشان داده در دو مورد نزدیک بود که طریق اصول اسای کامی سزاوار پیروزی گردد، ولی نیرویش کمی کرد. محمد اقبال تاشوف بالاخره پس از راه اندازی پی در پی هجوم‌هایش یک پرتافت موفق انجام داده و گرفتن مقام سوم جام رسول باقییف مشرف شد. از برای اشغال عنوان قهرمانی در وزن 73 کیلوگرم باشد نوروزی کریمزاد و علی باقییف در روبروی هم ایستاد شدند که اینجا نوروزی کریمزاد که دسته دوشنبه دو را معرفی می نماید در راه به فینال سعیدجان حیدر از دسته دوشنبه یک، شهزاد واحدوف از دسته ولایت مختار کوهستان بدخشان بختیار بازار و از تیم دوشنبه یک را مغلوب نموده علی باقییف از تیم خطلان یک باشد تا به فینال رسیدنش خلیلزاده صبحیدین از تیم شهر و ناحیه تابع مرکز، سیف‌الدین بویمیرزایف از دوشنبه یک و محمد اقبال تاشوف را از دسته دوشنبه یک دچار شکست نمود. همین طریق از برای اشغال مقام اول نخستین مسابقه کشاد جمهوریوی برای دریافت جایزه رسول باقییف نوروزی کریمزاد و علی باقییف با نمایش نیرومندی خاصه و مبارزه به امان از برای دریافت عنوان قهرمانی دست به کار شدند که اینجا واقعا هم نوروزی کریمزاد از فرصت‌های نخست رقابت فعالتر و چالاک‌تر به چشم می‌رسید. همین بود که در رقابت مذکور نوروزی کریمزاد نخست یک وزری کار کرد و سپس با یک پرتافت پرمشقت کار را حتی به ایپان رساند. پس از بالا گشتن دستی داوری مرکزی معلوم شد که جایزه رسول باقییف را در وزن تا 73 کیلوگرم علی باقییف نیو نوروزی کریمزاد مالک می شود که پیروزیش را با یک خوشنودی باورناک کردنی و اشک‌های شادیانه استقبال گرفت. وقتی جایزه سپاری غالبان وزنی تا 73 کیلوگرم باشد مسئولی برگزاری مسابقه قربانزاده جمشید این چهره‌های پرمهارت را مدال و افتخارنامه‌ها تقدیم نمود. امروز توانستم که در مسابقه جمهوریوی که گذشته برای دریافت جام رسول باقییف گذاشت، امروز یکی از روز فراموش نشونده من است که در طول 13 سال مشقی من امروز توانستم اولین بار چمپیون جمهوری تاجیکستان گشتم و از تشکیل کنندگان این مسابقه از جمهوری از همه می‌ندار هستم و می‌خواهم که باز همین خیلی مسابقه ها زیادتر شود و ما جوانان اشتراک کنیم و نه در داخل جمهوری بلکه مشق تمرین های خود را زیاد میکنیم.
در روز دیوم مسابقه باشد اصلا رقابت‌های جایزه‌ای در وزن‌های 81 90 تا 100 کیلوگرم و جمعی 100 کیلوگرم صورت گرفتند. در وزن تا 81 کیلوگرم باشد سیاوش عزیزов از دسته خطلان یک با عمر رسولov از شهر و ناحیه‌های تابع مرکز به رقابت پرداخت. سیاوش عزیزov تا رسیدن به مرحله فینالی تقایزاده موین از شهر و ناحیه‌های تابع مرکز، تویچیوک شریپov از کلکتیو خطلان یک، حسن تشریپov از یکچین دوشنبه 2، فروخ براتov از دسته خطلان 2 را شکست داده عمر رسولov باشد. در نوبت خود میرزا علیزاده منصور از دسته دوشنبه 1، حیدر سید کریمزاده از یکچین دوشنبه 2، بحرالدین اکرامov از دوشنبه 2 را دچار شکست نموده همین طریق در فینال به تتمی برآمد. در رقابت فینالی عمر رسولov ناواسطه به مشکلی پیش آمده هم باشد بر حریف سرسخت خود سیاوش عزیزov پیروز شده عنوان قهرمانی را در وزن 81 کیلوگرم سزاوار شد. گزینه سوم افتخاری وزنی تا 81 کیلوگرم باشد نصیب تقایزاده موین از شهر و ناحیه‌های تابع مرکز و حیدر سید اکبرزاده از دوشنبه 2 گردید. در وقت جایزه سپاری به غالبان وزنی تا 81 کیلوگرم باشد خود رستم باقیف دعوت کرده شد تا به جایزه داران مدال و افتخارنامه ها و جایزه های پولی تقدیم نماید. در وزن 81 کیلوگرم سزاوار جای اول گشتم. در فینال رقیب من از ولایت خطلان بود و خیلی پرقوت بود، اما من به این نگاه نکرده با او غالب برآمدم. در وزن تا 90 کیلوگرم باشد که عموما 8 جودوکار اشتراکچی مسابقه بودند محسن ملایف از تیم دوشنبه 1 با رجب علی محمدی از دسته خطلان 1 به رقابت پرداخته بود. محسن ملایف اینجا در راه به فینال بر حبیب الله نورالله‌زاده از دسته دوشنبه 2 و عبدالله و از شهر و ناحیه‌های تابع مرکز ظفر یافته. رجب علی محمدی باشد بر بهرام غفورجانov چون اعضای دسته دوشنبه 1 و سامان کشورov از تیم دوشنبه 2 زور برآمده به فینال راه گرفت. فرصت‌های رقابت فینالی باشد برای هر دوی ورزشکاران خیلی هم مشکل پس سر شد و ناوابسته به تلاش‌های انجام داده در اجرای پرتافت‌های موفق هیچ امکانی برای هر دوی جانب‌ها به دست نآمد. از وابسته به پیش آمدن مشکلات‌ها و خسته شوی ورزشکاران آنها را ضرور می‌آمد که دست به قاعده ویرانکنی‌ها زنند و همانا از جانب داور مرکزی صاحب شیدا می‌شدند. از محسن ملایف در این رقابت پس از گرفتن 3 شیدا مغلوب شده. رجب علی محمدیف در وزن تا 90 کیلوگرم عنوان قهرمانی را به دست آورد. گزینه سوم افتخاری باشد نصیب سامان کشورov از تیم دوشنبه 2 و عبدالله از دسته شهر و ناحیه‌های تابع مرکز گردید. مقامداران شاه صفه ظفر در وزن تا 91 کیلوگرم باشد مدال و افتخارنامه‌های خود را از دست سرمربی دسته منتخب جودوی کشور محمد عبدالرحمانov دسترس نمودند. من محمدیف رجب علی امروز در وزن 90 کیلوگرم غالب وزن 90 کیلوگرم گشتم. در این مسابقه با 3 حریف خود غالبیت به دست آورده سزاوار جای اول گشتم. این باشد رقابت فینالی وزنی تا 100 کیلوگرم است که سرآغاز رقابت‌ها در عموم 8 جودوکار داشت و در فینال مهراب تقای مرادov از دسته دوشنبه 2 و سعیم امین علییو از خطلان 1 به هم آورد. مهراب تقای مرادov در این رقابت فینالی پس از مغلوب نمودن بختیار باباخانov از جانب دوشنبه 1 و امام کمالov از تیم دوشنبه 2 به فینال برآمد و سعیم امین علییو پس از مغلوبیت بر شاولیزاده سیف‌الله از تیم دوشنبه 2 و ابراهیم المرادov از دسته دوشنبه 1 به فینال راه یافت. در رقابت فینالی باشد مهراب نخست یک وزاری کار کرد و سپس در نتیجه مبارزه شدید وقت اجرایش اصولها نیرومندی خاصه نشان داده با کارکرد ایپان سزاوار عنوان قهرمانی در وزن تا 100 کیلوگرم گردید. دو مقامدار زینه سوم افتخاری وزن تا 100 کیلوگرم باشد نصیب ابراهیم المرادov از دسته دوشنبه 1 و امام کمالov از دسته دوشنبه 2 گردید. مقامداران زینه‌های افتخاری در وزن تا 100 کیلوگرم جایزه‌های افتخاری را از دست سرداور مسابقه سهراب خوجایف دسترس نمودند. در رقابت‌های وزن جمعی 100 کیلوگرم باشد همگی 4 جودوکار شرکت ورزیده کل آنها دسته دوشنبه 1 را معرفی می‌نمودند. آزادبek جورایف پس از شکست دادن طالبجان طائیرov در فینال با امید کمالov به مبارزه برخاست نفری که فیضعلی یخشیبکov را مغلوب نموده بود. در فینال باشد آزادبek جورایف ناوابسته از گران وزنی حریف و مقابلیت‌های خاصش در نتیجه یک عکس‌الهجوم موفق شد که یکی از تیزکارترین ایپان این مسابقه را به دست آورده در سنگین‌ترین وزن مسابقه است برای دریافت جام رسول باقیف قهرمان گردد. و غالبان رقابت‌های وزن جمعی 100 کیلوگرم باشد مدال و افتخارنامه‌ها را مسئول برگزاری مسابقه قربانزاده جمشید تقدیم نمود.
مسابقه ساز شد. من در اینجا 2 حرکتی گرفتم و جای یکم سزاوار شدم. نصیب آینده ما نصیب پرچم تاجیکستان برداشتن. در فرجام انجامیابی نخستین مسابقه کشاد جمهوریوی برای دریافت جایزه استاد شایسته ورزش جمهوری تاجیکستان رسول باقیف لازم به یادآوری است که در آینده در نظر است که ورزشگران کشورهای خارج را نیز به جام رسول باقیف جلب نمایند.